این پست رو ببینی 50% نقاشی ساختمان رو یاد گرفتی. از همه مهمتر توی نقاشی پرداخت رنگه. اگر میخوایم با قلممو رنگ‌آمیزی بکنین، رنگ رو به اندازه رو قلمو میخوابونین اینجوری یا کنین نمیریزه. بعد یه ان انگلیسی بزنین، رنگ رو پخش کنین چپ و راست. الان خب اینجوری خط قلم داریم. پرداخت از بالا به پایین اینجوری میاین ببینیم بالا. خیلی از عزیزان پرداختشون اینجوریه. ببینید چقدر افتضاح میشه. خیلی تمیز. حالا چرا میگم از بالا بدیم پایین بعد بدیم بالا؟ شما وقتی که اینجوری بکنین دوربین بیا جلو، علامت قلم میفته اینجا. بعد دیگه از پایین بدیم بالا اینجوری کنین نگاه کنین دیگه علامت قلممون نمیمونه. حتی روی ستون، روی ابزارها، گوشه‌های کار رو بخواید پرداخت بکنین، رنگ رو میخوابونین اول، پرداختش کنین، یعنی در واقع پخشش کنین. و بعد مرحله آخری رو پرداخت از بالا میایم پایین میدیم بالا. بعد دقتم بکنین الان بابت آموزش دارم از پایین کار میکنم. رنگ‌آمیزی از بالای کار شروع میشه، بعد باید بیان به سمت پایین.